این حقیقتا یکی از احمقانه ترین ایده هایی که میخوام انجام بدم بدون هیچ شک. چالش رفتن 1000 تا شنا، اونم فقط توی یک روز. شنا سعودی یکی از بهترین ورزش‌ها و مفیدترین ها برای عضلات بالاتنه است و وقتی شما این حرکت رو اجرا می‌کنید اکثر عضلات بالاتنه‌تون درگیر میشه و خوبی این حرکت اینه که بدون هیچ وسیله میشه انجامش داد. الان شاید براتون سوال بشه که من انگیزم از این کار چیه؟ من از وقتی که بچه بودم هر موقع که این بدنسازا مثل آرنولد، رونی کولمن رو میدیدم مثلا روحم جلا پیدا می‌کرد. بچه بیا پایین. آقا تا جایی که تونستم سعی کردم معده‌مو خالی نگه دارم که خیلی به اون فشار نیاد. مثلا یه تغذیه‌ای آوردم که یه خورده به اون کمک کنه. قوتو اسمش، حالا خیلی ظاهر قشنگی نداره. احتمالاً کرمانی‌ها اینو بشناسنش. خیلی انرژی میده به آدم. بچه به نظر اولین تلاشم خوب بود. 30 تا همینجوری ادامه میدیم تا برسه به 1000. خب بچه توی تلاش دوم 15 تا زدیم. تقریبا فعلا تا الان 45 تا و همینجوری میریم ادامه میدیم. 30 ثانیه استراحت بینشون تا در نهایت برسیم به 1000 تا. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. بچه‌ها این سری اومدم یه جای متفاوت. اینجا دیگه حداقل باد کمتر میاد، جایی که مثلا یه خورده نور بد شد ببخشید، ولی خب اینجا از نظر سرمایه بهتره چون خیلی سرده واقعا اونجایی که قبلی که بودم. خب بچه‌ها صدامین شنام زدم و بهتون بگم حالا نمیدونم چند دقیقه طول کشید، مثلا 6 7 دقیقه 10 دقیقه طول کشید. 100 تا زدم و بریم برای 1000 تا. یک دوام مسیر رو رفتم. Getting my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. واقعا داره خسته کننده میشه و خوشحال میشم اگه تا اینجا ویدیو لذت بردی. از من حمایت کنید، چنلمو سابسکرایب کنید، اگه ویدیو دوست داشتین لایکش کنید حتما. این واقعا زحمت داره راهش کشیده میشه، خیلی اینجا سرده و سیست وحشتناکی، میبینید همش داره اینو بلند میشه و این باد من دارم شروع میزنم. من رکوردم قبلا این تو خونه مثلا تست کردم توی هوای مثلا نرمال بدون هیچ مشکلی 100 تا بوده روزی مثلا و الان توی مثلا یه ساعت دارم 1000 تا میخوام بزنم. یه خورده کار سخت کرده ولی خب انجامش میدم. الان 150 تا رو زدم تموم شد و یه دردی تقریبا اینجا تو سینه‌ام داره یواش یواش ایجاد میشه. سینه‌هام و پشت بازوم درد کمی دارم احساس میکنم ولی باز اوکی. تقریبا الان یه ربع شده که ما داریم ادامه میدیم و بریم برای 200 تا. بچه‌ها اولین وعده غذایی که میخوام رو بخورم و درست کردم که یه تقریبا انرژی بهم بده من میتونم ادامه مسیر رو برم. حالا بهتون نشون بدم چه جوری ظاهرش. این ترکیباتی که توی این ریختم جای 2 مقداری شیر خشک و یه
خیلی کمه شکر. چیز تقریبا مقوی خوبه و بریم بزنیم به بدن و بتونیم ادامه کار انجام بدیم. ده تا رو برم میرسیم به 300. تبریک میگم 300 رو تونستیم بزنیم و بریم سراغ ادامه. بین 300 تا 400 رو میخوام که زانو من بذارم رو زمین تا یه خورده حالت ریکاوری بشه و یه استراحتی به عضلاتم بدم. بعد ادامهش رو دیگه دوره برمیگردیم به طبق روال قبلی. الان 320 تا شنا رفتیم و این شد وضعیت سیام نسبت به اون اولین عکسی که گرفتم و واقعا خیلی فرمشون بهتر شده، خیلی سایز گرفتن تقریبا میشه گفت و خیلی هم سفت شدن. یعنی دست میزنم قشنگ احساس میکنم که خیلی سفت‌تر از قبل شده. بچه‌ها دیگه تقریبا 10 تا دیگه شنا با زانو روی زمین بزنم 100 تاش کامل میشه، یعنی تقریبا میشه 400 تا شنا. بریم اون 10 تا رو بزنیم تکمیلش کنیم، بعد میخوام این صحبت رو بچه اینم از 400 تا شنا زدیم. باورم نمیشه که در همین جاش هم اومدم و حتی همین جاش هم برای من خیلی فوق العاده بود. و من که روز اولی که حالا شروع کردم خود به ورزش حرفه‌ای شاید باورتون نشه حتی یه دونه شنا نمیتونستم برم، همین که تا الان تونستم ادامه بدم واقعا خیلی برام جالبه و خیلی حس جالبی. تقریبا 600 تا رفتم و یه درد وحشتناکی توی کل قفس سینه‌ام، عضلات بغل، زیر بغلم و هر جایی که شما فکرشو توی بالا تن من بکنید درد داشتم. میریم الان 400 تا باقی مونده رو با هم دیگه بزنیم و دیگه این چالش جهنمی رو دیگه تمامش کنیم. واقعا خسته شدم، خیلی همه جای بدنم درد میکنه. امیدوارم همین الان مثلا بتونم اجرا کنم، ولی خب بریم سریعتر فقط تمامش کنم. رسما یعنی بهتون اینجوری بگم که دیگه واقعا نفسم حتی یه ذره عمیق میکشم، قفس سینه‌ام تیر میکشه. الان تقریبا 800 تا رو تکمیل کردیم، 200 تا دیگه مونده. شنا رفتم، نتیجه کار میخوام براتون نشون بدم. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشه. حالا 1000 تا شاید مثلا یه 200 تا کم و بیش شده باشه، ولی
تا جایی که تونستم دقیقه 1000 تا رفتم. این سینه های من شد خیلی حجمی تر شد نسبت، حالا نه خیلی آنچنانی ولی خب قشنگ خودم احساس میکنم حتی اگه اکثر رو نگاه کنید. من فکر که تا اینجا ویدیو همراه بودید. اگه از ویدیو لذت بردین خوشحال میشم که کانال رو حتما سابسکرایب کنین. اگه ویدیو دوست داشتین حتما لایکش کنین و تا ویدیوهای بعدی فعلا خدافظ. امروز روز بعد چالشه و من انقدر بدن درد دارم که رسما به غلط کردن افتادم.